سلام، امروز چند جمله بسیار کاربردی انگلیسی را یاد میگیریم. اولی، it's up to you. یعنی بستگی به تو داره. وقتی کسی ازت میپرسه که چی کار کنیم، میتونی بگی it's up to you. یعنی تصمیم با توه. دومی، I'm not sure. یعنی مطمئن نیستم. این جمله مؤدب‌تر از I don't know هست و در مکالمات روزمره خیلی استفاده میشه. سومی، let me think. یعنی بذار فکر کنم. این جمله خیلی طبیعیه وقتی کسی ازت سوالی میپرسه و تو یک لحظه نیاز داری فکر کنی. چهارمی، that makes sense. یعنی منطقیه، قابل فهمه. وقتی حرف کسی برات منطقیه یا قبولش داری، این جمله را میتونی بگی. پنجمی، take your time. یعنی عجله نکن، وقت تو بگیر. جمله دوستانه و خیلی رایجه. مثلا وقتی کسی داره جواب فکر میکنه یا کاری انجام میده. ششمی، I'm used to it. یعنی بهش عادت دارم. این جمله فرق داره با I use it. I'm used to it یعنی قبلا سخت بود اما حالا عادی شده برام. هفتمی، you got this. یعنی تو میتونی. از پسش برمیای. جمله انگی.